بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه گناهان کبیره خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته در این قسمت در مورد دو گناه بزرگی از گناهان کبیره صحبت خواهیم کرد که اولش دزدی هست و گناه دومی که در موردش صحبت خواهیم کرد راهزنی. در مورد دزدی، بدون شک دزدی یکی از گناهان کبیره هست. برای گناه بزرگ بودن و کبیره بودن دزدی همین کافی است که الله متعال حد را برای این گناه تعیین کرده. کسی که مرتکب این گناه می شود باید بر او حد شرعی جاری و تنفیذ شود که او عبارت است از قطع دست. کسی که دزدی می کند باید دستش قطع شود. پس دزدی از گناهان بزرگی است. الله متعال در مورد این گناه و کسی که مرتکب این گناه میشه و حد و جزای دنیوی دزد و دزدی را برای ما بیان میکنه. الله متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزیز حکیم. مرد دزد و زن دزد، السارق مرد دزد و السارقة و زن دزد. مردی که دزدی بکند و یا خانومی که دزدی بکند چی کنید اینها را؟ فقطعوا ایدیهما، دستهای دزدان را قطع کنید. به خاطر چی؟ جزاء بما کسب، این پاداش آنچه است که آنها کردند، پاداش همان گناهی است که اینها مرتکب شدند. نکالا من الله، و این عبرت است از جانب الله متعال، هم برای این دزدان و هم برای دیگران که پند بگیرند و عبرت بگیرند و مرتکب این گناه نشوند. والله عزیز حکیم. کسی شاید سوال بکند که آیا به خاطر دزدی کردن دست یک انسان را قطع کردن این ظلم نیست؟ خب اگر دزدی کرده همون مال از پیش گرفته شود، چرا دستش قطع می شود؟ الله می فرماید که والله عزیز حکیم. الله ذات عزیز و غالب است و حکیم با حکمت است. فرمانی را که صادر می کند، قانونی را که تعیین می کند، او حکمتش را بیشتر و بهتر می داند، چون او ذات حکیم است. شما انسان‌های ضعیف العقل، ضعیف النفس، ضعیف الجثه، ضعیف الجسم، عقل شما درک نمی کند این چیزها را. این الله عزیز و غالب و حکیمی است که می داند چی برای بشریت، چه چیز برای انسان‌ها مفید هست و کدام چیز غیر مفید. اما از فکر انسانی، فکر ضعیف انسانی و عقل ناقص انسانی ما بیایم قضیه را بررسی کنیم. نه والا نباید دستی و قطع شود. بسیار خوب، امروز مال کسی را دزدیده، این دزد جگر او خون شده، خانواده او پریشان شده، خود او انسان به مصیبت گرفتار شده، او خانواده به این مال نیاز داشتند، این نیازمندی آنها را این دزد بیشتر کرده. ما بیایم این را رها بکنیم، به این رحم بکنیم، ترحم بکنیم، مهربانی بکنیم و این را رها بکنیم. خب فردا این دزد مال کسی دیگر را دزدی میکنه، اونجا کی پاسخ میگوید؟ ما این دزد را چیزی نگفتیم، فردا شخص دیگری هم جرأت میگیره، او هم به این کار دست میزنه. بالاخره جامعه به کجا میروه؟
وحشت و خوف و هراسی که در آن منطقه حاکم می شود، این رو چی می کنیم؟ لذا الله متعال می گوید من ذات عزیز و غالب هستم و من حکیم هستم. حکمت این حدها را که تعیین می کنم من می دانم که قطع کردن دست دزد ظلم نیست، ناانصافی نیست، بیرحمی نیست. من ذات رحمان و رحیم من هستم، نه شما انسان ها. من این حکم را صادر می کنم چون می دانم حکمت های اینجا نهفته است، منافع عمومی که در این حکم نهفته است، امنیت و ثبات و استقراری که توسط این حکم قائم می شود آن را من می دانم. انسان ها، خانواده ها، فامیل ها توسط این حکم در امن می خوابند، در امن از خانه هایشان بیرون می شوند. اما اگر این حکم ها را ما این برانبر بکنیم، یکی بعد دیگری لغو بکنیم، از بین ببریم، خب ما خود دزد تولید می کنیم. اینطور هر روز دزدانی تولید می کنیم. هر روز خانه های مالهایشان دزدی می شود، هر روز افراد مالشان دزدی می شود، هر روز خانواده هایی را ما به غم می نشانیم با این کارمان. الله متعال می فرماید والله عزیز حکیم. الله ذات غالب است و او حکیم هست. هر چیزی را که تعیین می کند، هر حکمی را که صادر می کند، حکمت های زیادی دارد که بعضی و حکمت ها را ما انسان ها می فهمیم و پی می بریم، بعضیش را نمی فهمیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. چون برای ما انسان ها از علم خداوند بسیار اندک و کمی داده شده است. دزدی از گناهان بزرگی است چون برای او حد تعیین شده. ما در تعریف گناه کبیره گفته بودیم یکی از نشانی یا علامه گناه کبیره همین است که الله متعال برای او حد تعیین کرده باشه، مثل زنا، مثل دزدی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در حدیثی که در موضوعات قبلی نیز به آن اشاره شد، در بخش این حدیث میاد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. دزد وقتی که دزدی میکنه در همان لحظه دزدیش ایمان از او جدا می شود، او در اونجا مؤمن نمیماند. در بعضی روایت میاد که انسان وقتی که مرتکب گناه می شود در لحظه گناه ایمان او را الله متعال چنان از او بیرون میکنه که گویا قمیص و کرتهش را از سرش بیرون میکنه. بعد از گناه برمیگرده به او، اگر توبه کرد این گناه هم از بین میره. اگر مال کسی را خورده بود، حق کسی را خورده بود، این حق را برمیگرداند و از او حلالی میخواهد، این گناهش محو نابود میشود. در روایت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قطع فی مجن قیمته 3 دراهم. دست یک دزد را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دزدیدن مجن قطع کرد. مجن چیست؟ مجن به سپر گفته می شوند، همان آله جنگی که افراد مسلح خصوصا شمشیر زنان به دست راستشان شمشیر را می گرفتند، به دست چپ یک آهن دایره‌ای که توسط او شمشیر دشمن را دفع می کردند در دستشان بود. سپر او را گفته می شود. سپر را کسی دزدیده بود. سپر یک کسی را در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی دزدیده بود. به خاطر دزدیدن این سپر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست دزد را قطع کردند. عبدالله ابن عمر میگوید که قیمت این سپر در آن زمان فقط 3 درهم بود. از عایشه رضی الله عنها روایت است که میفرمایند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست دزد را در ربع دینار، در دزدی ربع دینار، 1/4 دینار قطع می کردن. البته 1/4 دینار، 1/4 دینار هم همان 3 درهم می شد، چون 1 دینار در آن زمان معادل 12 درهم بود. پس ربع دینار، 1/4 دینار مساوی می شد با 3 درهم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دزدیدن یک چیزی که قیمت او ربع دینار می شد، دست دزد را قطع می کردن، و یا چیزی که قیمتش 3 درهم می شد، چون ربع دینار و 3 درهم یک گپ است. از عایشه رضی الله عنها پرسان شد که به خاطر سپری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دست دزد را قطع کرد، قیمت این سپر چقدر بود؟ فرمودن ربع دینار، 1/4 دینار قیمت آن سپر بود. مثل که عبدالله بن عمر فرمودن قیمت سپر 3 درهم بود. در روایت دیگر آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اقطعوا فی ربع دینار، در 4 حصه دینار و یا در 3 درهم دست دزد را قطع بکنید. ولا تقطعوا فیما دون ذلك، اگر دزدی چیزی را دزدی میکند که ارزش و قیمت او از 3 درهم و یا از ربع دینار، از 4/1 دینار کم است، اینجا قطع نمی شود، چون ربع دینار در آن زمان معادل 3 درهم بود و 3 درهم معادل ربع دینار بود. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، نفرین میکنند در این روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، لعن الله السارق، خداوند نفرین کند و لعنت کند انسان دزد را، الذی، و کسی که یسرق البیضه، دزدی میکند یک بیضه را، فتقطع یده، پس دست او قطع می شود به خاطر دزدی یک بیضه، و یسرق الحبل، و ریسمان را دزدی می کند، طناب را دزدی می کند، فتقطع یده، دست او به خاطر دزدیدن یک ریسمان قطع می شود. اعمش می گوید که مراد از این بیضه در اینجا بیضه‌ای است که از آهن بود، و طناب یا ریسمانی که قیمتش به 3 درهم می رسید در او هم قطع می کردن، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما قبلا روایت را خواندیم که فرمودن در ربع دینار که معادل و مساوی 3 درهم میشه در او قطع کنید و در کمتر از آن قطع نکنید. از عایشه رضی الله عنها روایت است که خانم از قبیله مخزومی از همسایه ها چیزی را به عاریت می گرفت، دیگی ضرورت می شد یا چیزهای دیگری در خانواده ها بین همسایه ها می دانند، چیزهایی که ضرورت می شد عاریت می گرفت. وقتی که این دیگ یا چیزی دیگری از خانه می برد را پس بر نمی گرداند. اگر می رفت صاحبش که فلان چیزی مرا آورده پس بده، این خانم می گفت که نخیر من چیزی نیاوردم. این خانم این قضیه را با چند همسایه‌اش تکرار کرد، چندین باری چنین میکرد. بالاخره معروف شد، شکایت به نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید که این خانم چیزی را به عاریت و امانت میگیرد همسایه ها و سپس این کار میکند و بر نمیگرداند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امر کردند که بروید دست این خانم را قطع کنید. اینجا قبیله بنی مخزوم یکی از قبایل معروفی بود. اونها گفتند چطور دست یک خانمی از قبیله ما قطع می شود؟ برایشان غیر قابل تحمل بود. لذا تلاش کردند کسی را پیدا کنند نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بفرستند
تا سفارش کند و دست این خانم مخزومی قطع نشود. گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زید را که پسر خوانده‌اش بود خیلی دوست داشت. حالا فرزند زید، اسامه ابن زید، این هم پسر همان دوست و محبوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسامه را خیلی دوست دارد. اسامه را میفرستیم نزد پیامبر تا در مورد این خانم شفاعت و سفارش کند که دست او را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قطع نکنند. اسامه آمد نزد رسول الله و سفارش کرد. گفت ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر این خانم را دستش را قطع نکنید چی می شود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت می آیند که خشمگین شدند. چهره مبارک صلی الله علیه و سلم سرخ شد و فرمود یا اسامه لا اراک تشفع فی حد من حدود الله. من نمیخوام تو را در حالت ببینم که در مورد یکی از حدود الله تو آمده شفاعت و سفارش میکنی که حد الله جاری نشود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتن به منبر بالا شدن. هر وقت که چنین حادثات مهم رخ میداد و میخواستند که یک درس بزرگی برای امت، برای شاگردانشان در چنین وضعیت ها بدهند، میرفتند به منبر. به منبر بلند شدند، حمد و ثنای خداوند را بیان کردند. سپس فرمودند انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق او سرق فيهم الشریف ترکوه. یقینا امتهای پیشین شما را، پیش از شما امتهای دیگری بودن، آنها را هلاک کرد. هلاک شد آنها. سبب هلاکت آن امتها چی بود؟ یکی از اسبابی که بعضی امتهای پیشین هلاک شد این بود که وقتی که در میان آنها یک خانواده بزرگ، یک قبیله معروف، اگر کسی دزدی میکرد از این خانواده و قبیله معروف، ترکوه، او را رها میکردند، بر او حد الله را جاری نمیکردند. و اذا سرق فیهم الضعیف، وقتی که در آنها یک مرد ضعیف بیچاره‌ای که نه قوم بزرگی دارد نه قبیله بزرگی دارد دزدی میکرد، حد را بر او جاری میکردند، دست او را قطع میکردند. همین دو پهلویی آنها که حکم الله را بالای قوی جاری نمیکردند، بالای ضعیف جاری میکردند، این کارشان باعث شد که عذاب الهی بیاید و آنها هلاک شوند. سپس همان حدیث معروفشان را فرمودند تا جهانیان تا قیام قیامت بدانند که دین اسلام، احکام الهی، شریعت الهی، فرمان الله و پیامبر این و آن را نمی بیند، بالای همگان یکسان تطبیق می شود. این فلان زاده است و آن فلان زاده است و این چیزها درد را دوا نمی کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. ای مردم خوب بشنوید، حالا خانم مخزومی دزدی کرده است، من میخواهم حد الله را بر او جاری کنم، دست او را قطع کنم. شما اسامه را به عنوان سفارشی میفرستید تا حد الله را از جاری شدن منع کنید و باز بدارید. بدانید اگر فاطمه بنت محمد، اگر دختر من و جگرگوشه پیامبرتان فاطمه بنت محمد هم دزدی بکند، لقطعت یدها، من حد الله را بر او جاری میکنم و دست او را قطع میکنم. پس اینجا بعد از دادن این درس مهم که حسب و نسب در حدود الهی هیچ تغییراتی نمیارد،
دست آن خانم مخزومی را قطع کردند. یکی از گناهان بزرگ دزدی بود. خداوند کسانی که به این مرض مبتلا هست آنها را هدایت و توفیق نصیب بکند. گناه دومی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم راهزنی است که این هم شبیه دزدی است و بالاتر از دزدی. در مورد راهزنی الله متعال میفرماید، آیه قرآن کریم است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. یقینا جزا و پاداش کسانی که با الله و رسول می جنگند. مفسرین معنا میکنن یحاربون الله و رسوله ای یعصون الله و رسوله، کسانی که نافرمانی الله و پیامبر را میکنند و یسعون فی الارض فسادا و در روی زمین تلاش میکنند که فساد بکنند. پاداش اینها چیست؟ ان یقتلوا، این که کشته شوند، او یصلبوا، یا اعدام شوند، به دار آویخته شوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دستها و پاهایشان خلاف هم قطع شود، دست راست پای چپ یا دست چپ و پای راست. او ینفوا من الارض، یا اینکه جلاوطن شوند و رانده شوند از آن منطقه و از آن سرزمین. ذلك خزي فی الدنیا، این رسوایی در دنیا برای آنهاست، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای آنها در آخرت عذاب بزرگی است. این آیت معروف به آیت حرابت است. کسانی که در روی زمین فساد میکنند. یکی از فساد روی زمین همین است که انسان راهزنی کند، راه مسافرین را میگیرد، بعضی وقت مسافرین را میکشد، مالشان را میگیرد، به ناموسشان تجاوز میکند که ما آن را به نام راهزن میشناسیم. راهزن، این دزد نیست، این راهزن است. کسی که در وسط راهی که مسافرین عبور و مرور میکنن، عموما در جاهای بیرون از شهر، جایی که خلوت‌تر باشد، راه را میگیرن. مسافرین وقتی که میخوان از اینجا بگذرن آنها را استاد میکنن، مال آنها را میگیرن، بر خودشان تجاوز میکنن، لط و کوب میکنن، حتی بسا موارد میکشن مسافرین را و مالهایشان را میگیرن. پاداش اینها چیست؟ یا کشته میشوند یا اعدام میشوند، البته کشتنی با شمشیر، یا اعدام میشوند، به دار آویخته میشوند، و یا هم دست و پایشان خلاف هم قطع میشود. اگر دست راستشان قطع شد باید پای چپ قطع شود، اگر دست چپ قطع میشود باید پای راست همراه دست چپ قطع شود. او ینفوا من الارض، یا از آن سرزمین رانده میشوند، جلاوطن میشوند. این جزای محاربین، راهزنان و مفسدین فی الارض هست. ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که او در میان این حکم ها که آمد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم او ینفوا، این او ابن عباس رضی الله عنهما میگوید که به خاطر تخییر است، یعنی امام و حاکم و محکمه یکی از این جزاها را انتخاب می کند. امام و حاکم و قاضی اختیار دارد که او را توسط شمشیر به قتل می رساند، یا به دار آویزان می کند، و یا نمی کشد او را، دست و پای او را برخلاف هم قطع می کند، و یا هم او را از آن سرزمین می راند و بیرون می کند. این اختیار و این صلاحیت به دست حاکم و قاضی و امام هست که کدام یکی از این جزاها را تعیین می کند. البته بعضی از مفسرین می گویند که دیده می شود اگر این انسان هم قتل کرده بود مسافر را و هم مالش را گرفته بود،
در این حالت کشته می شود و به دار آویخته می شود. و اگر مال را گرفته بود و نکشته بود مسافر را، تنها مالش را گرفته بود، اینجا دست و پایش خلاف هم قطع می شود. اینجا کمی دقت کنید، فرق است میان دزد و میان راهزن. ما در دزد داشتیم که وقتی که دزدی میکرد باید یک دستش قطع میشد، اما اینجا راهزن وقتی که مال مسافر را میگیرد، این دیگه از دزدی بالاتر است، فساد در زمین دارد انجام میدهد، فساد میکند. باید دست و پای او، یک دست و یک پای او برخلاف هم قطع شود. و کسی که مسافر را میکشد و مالی نمیگیرد، این طور راهزن باید کشته شود. و کسی که مال نگرفته، کسی را نکشته، فقط سر راه مسافرین ایستاد میشود و میترسانه مسافرین را، این را باید جلاوطن شود و از آن سرزمین بیرون کرده شود. واقعا یکی از گناهان بزرگ راهزنی است که گناهش هم بزرگ از دزدی است و پاداش و جزایی که در دنیا برای او داده می شود او هم از جزا و از عذاب دنیوی و یا حد دزد بالاتر بود. امیدوار هستیم کسانی که به این مرض ها مبتلا است الله متعال آنها را هدایت و توفیق نصیب کند که باعث آزار و اذیت، باعث قتل و کشتن و تخویف و رعب اندازی در میان مسلمانان و در مسیر مسلمانان و در مسیر مسافرین نشوند. الله توفیق و هدایت نصیبشان بکند و الله متعال همه ما و شما را از شر این چنین انسان‌های ظالم و خدا بی خبر، خدا ناترس محفوظ و مصون نگه دارد. تا قسمت بعدی که با گناه بزرگی از گناهان کبیری دیگر خدمتتان برمیگردم. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.